روی این شمع یه چیزایی نوشته شده، من ننوشتم، این کارش نوشته. سروش دوربین 2 تا کافی بوده. خب من دوربین خودم بردارم بگیرم. بردار. سنگی افتاد. قشنگ اینجا چمو بگی کلا سوخت. ای موجود ماورایی که اینجایی، ازت میخوام هی موجود ماورایی اگه اینجا هست ازش میخوام با ما در ارتباط باشه. بشین سروش، تو احساس بشین، به خدا اصلا یهو میخوری زمین ها، یهو میکشد، یه چیزی میشه. صدا شنیدی؟ صدای دویدن بود که کجایی؟ بیا من گفتم کجایی؟ گفت انتها. اینجا انتهاش کوهه، بالا کوه باید بگیری که زیر خاک اینجاست. یکی از شمع‌ها کاملا آب شده. گفت بالا. بالا از این بالا صدا همون لحظه اینجا صدا. چی؟ نگاه کن، باید با دقت ببینی، یه چیزی ما نمیبینیم. اینجا کوهه، هر کاری کنیم دوربینمون، این دوربین من سونی آلفا، بهتر از این دیگه دوربین نداریم، ولی بازم نمیتونیم. که با من دارم میگیرم روی کوه، بیا تو گوشی من، تو این ببین روی کوه سیاهی، با چشم نمیبینم ولی اینجا یه سیاهی. دوربین تو انداز روش. با چشم یه چی نمیبینم. دوربین تو انداز روش. چه یه سیاهی، کس نمیتونم کنم. یه سیاهی. من سروش نفهمیدم. توی ادیت باید بشینی اینا رو چند بار بوش کنی. سروش کیوان بیا اینجا قشنگ داره قرمز نان استاپ رو قرمزه. همینجا من از اونجا روشن کردم تا اینجا خبری نبود. قرمز هنوز اینجا هنوز قرمزه. آره من دیگه خیلی جای کوچیکیه، رو روی بیشتر کار نداشتم. شمعه سروش اینجا رو سروش در پس کلم. شمعه سروش اینجا رو سروش در پس کلم. نگاه سرم شکست. چی شد؟ زد تو سرم شکست؟ نه سرت نشکسته ولی محکم زد تو سرم. نگاه قشنگ خاکی شده. کوبید تو سرم. من قشنگ دیدم افتاد اینجا یه چیزی. کوبید تو سر من. از این بالا ریخته. که ما این دیگه سنگریزه نیست. درد میکنه. باید بریم که ما اینجا رو شکسته؟ داشت قشنگ خورد پسی کلم. بریم کیوان دفینه رو نبردن.
بیم بکنیم. این محافظشه. بیم بکنیم. مطمئنم این محافظ دفینه است. نمیشه که بیلو کنن پیدا میکنم نمیکنم. این محافظ دفینه است که میخواد ما رو اینجا بزنه بیرون. سرم خیلی میسوزه. مطمئنی نشکسته؟ خون نیومده بود. خونو خودی الان این شمع به کل نابود شد. همون که طیف شد. خب میخوام اینو بهت بگم. ببین هنوز بخور نصفه این شم تموم شد. میخوام اینو بهت بگم. ببین که با شم این شمع داشته از ما دفاع میکرده. شم که خاموش شد اونو پرت کرد تو سر تو. تازه اومد. این هیچ ربطی به تلسما نداره. دیدمش. این هیچ ربطی به تلسما نداره. این مال دفینه اینجاست. سروش من کنار این دیوار وایسم. تو رو خدا یه جایی وایسه که نخوریش دیگه. سروش خیلی وسطی. ببین من اینجا بودم زد تو سرم. این ربطی به تلسما نداره. این مال دفینه است. محافظ دفینه ای که یه آدمو کشته با ما شوخی نداره. من گفتم حاجی چرا هیچ اتفاقی تو این ویدیو نمیفته؟ این تلسم بس چی بود؟ شمع تموم شد شروع شد. سوش بریم؟ بریم دوستان ببخشید منو بگی؟ بیا بغل من. تایمش شاید کم بشه دوستان، معذرت میخوام ازتون، ولی اون چیزی که خورد تو سر من، ببین اینجا قشنگ پر خاک شده. قشنگ دیدم. بچه باید بریم، باید خداحافظی این کنیم. مطمئن افتاده اون چیزی که خورده تو سرم. باید بریم دوستان.